نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا والشفيع. در آغاز این سوره مبارکه عرض شد که در این سوره خدای عزوجل تشویق می فرماید. در بخش اول سوره تشویق و ترغیب هست به سوی انفاق و به سوی خرج کردن در راه الله عزوجل با 5 تعبیر یا 5 تا دلیل هستند که این دلائل می طلبد یک انسان مالی که الله عزوجل به او داده این مالش را یا بخشی از این مالش را در راه الله عزوجل انفاق بفرماید. 3 تا دلیل را و 3 تعبیر را ما خواندیم. آیه‌ای که تلاوت شد این دلیل 4م هست و تعبیر 4م هست. خلاصه و حاصل این دلیل این هست که الله تعالی می فرماید دنیا لعب و لهو هست، بازیچه و بیهودگی هست و تشبیه میده حقارت دنیا را و بی ارزش بودن دنیا را به کشتی و کشتزاری که ابتداعا خیلی زیباست، سرسبز، شادابه، اما نهایتا شکل ظاهری اون کشتزار به کاه و آشغال و مجموعی از علفهای خشک تبدیل میشه. دنیا هم ابتداش زیباست، زرق و برق داره، زیبایی داره، اما این زیبایی تا ابد نمیماند. سرسبزی و شادابی، سلامتی، هیچ نعمتی تا ابد نمیماند. انسان در هر مسیری باشد، در هر طریقی باشد، بالاخره این دنیا برای انسان وفایی ندارد و با انفاق کردن و خرج کردن آخرت انسان آباد میشه. وقتی که دنیا زندگیش معلوم شد که زندگی دلبستنی نیست، بعد از این زندگی دیگر را الله تعالی معرفی میفرماید آخرت.
و فی الآخرة عذاب شدید و مغفرة من الله. آخرت دو جنبه دارد، یا عذاب شدید هست یا مغفرت هست. لذا انفاق در راه الله برای خوشنودی و رضای مولا، انسان مالش را صرف می کند، بذل می کند، قطعا مغفرتش را حاصل می کند. به این صورت و به این دلیل انفاق و خرج کردن در راه الله از مواردی هست که باعث میشه زندگی آخرت زیبا بشه. اعلموا انما الحیات الدنیا، بیان حقارت دنیاست. خداوند تعالی می فرماید بدانید که زندگی دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. 5 تعبیر بکار میبرد الله تعالی. لعب و لهو، در هر 5 تعبیر 5 اسم هستند نکره که بر آنان تنوین آمده. ما قبلا هم خدمت شما در رابطه با تنوین عرض کردیم. امام رازی که امام لغت است معتقد است که این تنوین برای تحقیر و تنکیر است، یعنی هم نکارت ایجاد می کند و هم تحقیر ایجاد می کند و تذلیل ایجاد می کند. مثل متاع که گفتیم، متاع یعنی متاع قلیل. دنیا را جای الله می فرماید متاع یعنی متاع قلیل. لعب هم به همون معنی، بازی بیارزش، لهو بیارزش، زینت بیفایده، یعنی هر یکی از اینها تنوینشان معنای خودشون را تحقیرتر می کنند. لذا الله تعالی می فرماید که انسان بدان که دنیا لعب و لهو، و بعض انسان در دنیا مراحل مختلفی دارد. ابتدای زندگی دنیا بازی هست، سرگرمی هست، لهو و لعب هست. این مربوط به قبل از جوانی هست. در زمان طفلی و بچگی لعب و لهو، و زینه مربوط به زمان نوجوانی هست و جوانی هست. انسان بعد از اینکه از حالت بچگی به در می آید، انسان دنبال زینت هست، دنبال تیپ هست، دنبال زیبایی هست، دنبال به اصطلاح خوشگلی هست. لذا این مرحله بعدی است. در زمان بچگی هیچ که به فکرش نیست، اما به جوانی که برسه دیگه زمان زینت هست. این مرحله دوم است. در زمان جوانی کسی فکر نمی کنه، کسی سعی نمی کنه مال زیاد جمع کنه، کسی برای پست و مقام هم تلاش نمی کنه، فقط ظاهرش رو خوب میرسه، هر چی داره هم خرج میکنه. پس این مرحله دوم زندگی هست بعد از زمان بچگی. مرحله سوم انسان از جوانی که رد میشه، نهایت جوانی 40 است. بعد از 40 که انسان رد میشه دیگه تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. این مرحله سومه که رو به پیری هست. اون چیزی که موجب فخر میشه ماله، فرزند، اولاده. هی سعی میکنه که مال بیشتر بشه، فرزند و اولاد بیشتر بشه، برای پست و مقام و سیادت و جایگاه انسان تلاش میکنه. طبیعی هست، انسان این گونه آفریده شده و در فطرت انسان نهاده شده. لذا الله عزوجل چه زیبا این مراحل مختلفی را که انسان دارد به تصویر کشیده. لذا الله می فرماید اعلموا انما الحیات الدنیا، بدانید شما از زندگی دنیا جزی نیست که زندگی دنیا لعب و لهو، نوع بازی و لهو هست. بازی چه و لهو هست؟ بیهودگی هست. این مرحله اول. و زینت و زینه هست، زیبایی، آرستگی و تیپ زدن. این مرحله دوم زندگی دنیاست.
و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. مرحله سوم، فخر کردن فیما بین خودتان. هی کسی که فخر میکنه اون چی که من دارم نسبت به همراهم، همسایم، دوستم، رفیقم بهتر باشد. دیگه این وقت انسان به فکر زینت زیاد نیست، به فکر نام و شهرت است، به فکر پول و مقام هست. لذا فخر کردن فیما بینتان و تکاثر فی الاموال والاولاد، و همچنین تکاثر که مال من بیشتر بشه، اولاد من بیشتر بشه، یا برای بیشتر بودن اولاد سعی نمیکنه، برای اینکه اولاد به هر حال نامی، شهرتی، جایگاهی کسب بکند. پس این حقیقت دنیاست. انسان این سه مرحله را میگذراند. کمثل غیث، حال یک کشت و کشاورزی را ببین، همین سه مرحله دارد. ابتدا وقتی که باران میبارد تو زمین و این بذر تبدیل میشه به یک جوانه کوچکی که این همون زمان لعب و لهو است. این جوانه این طرف اون طرف بازی میکند. آخر مرحله بعد این جوانه ها بزرگ میشند و تنومند میشند، از نظر زیبایی، از نظر خوشنمایی، از نظر دید بسیار زیبا جلوه میدهد. همون مرحله جوانی هست. هر که ببیند این کشتزار را، این علفزار را، این عرض کنم که گندم را، جو را که سرسبز است، انسان از دیدنش هم لذت میبرد. این مرحله دومش است. مرحله سوم همونطور مثل انسان که کم کم پیر میشه و پژمرده میشه و رنگش زرد میشه و جمع میشه، هر جا چروک میگیرد. لذا این کشت و کشتزار هم کم کم زرد میشه، گرچه خوشه هاش زیاد میشه، مثل همون تکاثر فی الاموال والاولاد، خوشه زیاد میشه، دانه زیاد میشه، ولی هی پژمرده میشه، هی جمع میشه، هی زرد میشه، کم کم تا آخر تمام میشه. لذا دنیا هم همین سه مرحله را دارد، آخر تمام میشه. اون کشاورزی هم همین سه مرحله را دارد. لذا الله می فرماید کمثل غیث، مثل یک بارانی هست. غیث باران را هم میگن، ابر را هم میگن. بارانی که از ابر میبارد. اعجب الکفار نباته، کشاورز را خوشحال میکند نباتش. کشاورز، کفار جمع کافر هست، کافر به کشاورز هم گفته میشه، چون که کفر یعنی مخفی کردن حق. الذين كفروا الذين ستروا الحق عنادا. کشاورز را هم کافر میگن به این خاطر که بذر را در زمین چی میکند؟ ستر میکند، مخفی میکند، پنهانش میکند. به این خاطر به کشاورز کلمه کفر چی میشه؟ اطلاق میشه. در سوره فتح هم شما خواندید که یعجب الکفار نباتو. اما بعضی گفته اینجا کفر به معنی کفر به خدا هم میتونه باشه. به چه معنی؟ که این کشت و کشاورزی وقتی که بارونق است و سرسبز و شاداب است، این باعث افتخار و باعث خوشی برای کافر میشه. اون کافری که اعتقاد فقط به همین دنیا داره، به همین زیبایی داره، اون خوشحال میکنه. مؤمن را نه. مؤمن از هر زیبایی لذت میبره، اما از زیبایی به خدا میرسه، از زیبایی استدلال میکنه به قدرت الله عزوجل، و از هر کشت و کشاورزی که ببینه هم به خدا میرسه. لذا اعجب الکفار، بعضی گفتن کفر به همون معنی واقعیش هست. لذا مثل ابری، مثل بارانی که اعجب الکفار نباته، کفار را خوشحال میکنن نبات آن، نباتات و عرض کنم سبزیجات آن. ثم یهیج فتراه مصفرا، سپس همین کشت زار سرسبز و شاداب یهیج و پژمرده میشه،
شود فتراه مصفرا، میبینی او را زرد، کم کم میبینی زرد میشه. ثم یکون حطاما، بعد از زردی چی میشه؟ حطام میشه، یعنی خرد ریزه میشه. وقتی که درو میشه، کوبیده میشه، گندم از توش در آورده میشه یا جو یا هر چی باشد، دانش بعد از اون آشغال میماند. لذا پس حقیقتش اولش را هم دیدید، وسطش را هم دیدید، آخرش را هم دیدید. بنابراین معلوم شد که این زندگی دنیا زندگی ثابتی نیست که انسان دل ببنده. پس چه باید کرد؟ الله عزوجل زندگی دیگری را معرفی می کند، اما اون زندگی هم بسیار خطرناک هم بسیار زیبا. اون زندگی آخرت است. الله عزوجل در آخرت دو جایگاه را ذکر می فرماید، یکی جایگاه عذاب است و یکی جایگاه رحمت و نعمت است. بر من شما بندگان هست که کدوم یک را می پسندیم. الله می فرماید و فی الاخرة عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. در آخرت یا عذاب شدید هست، عذابی که همیشه باقی میماند، و یا اینکه و مغفرت من الله و رضوان، مغفرتی که از جانب الله است و رضایی که از جانب مولا است. یکی از این دوتاست. پس چرا بندگان همون یکی را که بهتر است نمیگیرند؟ همه بریم به سوی مغفرت. الله میفرماید دنیا نمیگذاره و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیا نیست مگر کالای فریب میده، نمیگذارد همگان به سوی مغفرت و رضوان بره. بر بسیاری از انسانها غالب میشه و بسیاری از انسانها را فریب میده. متاع الغرور برای چه کسی هست؟ لمن عمل بها ولم یعمل للآخره. فریب میده اون کسی را که برای دنیایش سعی میکنه و برای آخرت هیچ تلاشی نمیکنه. اما فمن اشتغل فی الدنیا بطلب الاخره فهی له بلاغ الى ما هو خیر منه. هر کسی مشغول میشه در دنیا اما در طلب آخرت. در دنیا کاری میکنه که آخرتش را آباد بکنه، نماز میخونه، طاعت و بندگی، انفاق فی سبیل الله، رسیدن به مستمندان، به بینواها. لذا این زندگی دنیا چی میشه برش؟ متاع فریب نمیشه، بلکه فهی له بلاغ الی ما هو خیر. این وسیله رسیدن به بهتری میشه. یعنی همین زندگی دنیا یه وسیله میشه ما به بهشتی که به مراتب از این دنیا بهتر است برسیم. لذا بعد از این مقایسه و بعد از این موازنه الله عزوجل دعوت میده، ما را ترغیب میکنه و این ترغیب به سوی آخرتی آباد در واقع ترغیب است به سوی انفاق. چون که در این سوره بحث اصلی بحث انفاق بود، خرج کردن در راه الله عزوجل بود. لذا الله می فرماید سابقوا الى مغفرت من ربکم، از همدیگه سبقت بگیرید، بشتابید، پیشی بگیرید. الى مغفرت من ربکم، بسوی مغفرتی که از جانب ربتان هست، و جنه، و بشتابید بسوی بهشت، جنتی که عرضها كعرض السماء والارض، عرض آن بهشت مثل عرض آسمان و زمین هست. عرض قبلا هم این آیه را و شبیه این آیه را خواندیم، دو تا معنا داره. یکی عرض به معنی همین عرض طول، اما یکی دیگه عرض به معنی وسعت، فراخیش، وسعتش مثل عرض سما و الارض است. تشبیه به چیزی دادند که از نظر ما بزرگترین هست، بزرگترینی که ما به چشم دیدیم سما و ارض است و الا اون خیلی بزرگتر. اما این بهشت برای کی آماده شده؟ سبحان الله، صفات اهل بهشت را بخوانو در وجودت
پیاده کن. اعدت للذین آمنوا بالله و رسله، آماده شده این بهشت برای کسانی که ایمان به الله و رسولش دارند، به ایمان تمام احکام الله را در زندگی خودشون پیاده میکنند و سنت های رسول را هم احیا میکنند. ذالک فضل الله، رفع عجب است، رفع غرور. یه وقتی فکر نکنی من ایمان به خدا و رسول دارم، اگر داری، اگر صاحب توفیق هستی، این فضل الله است. لذا همه چیز را از الله بدان. ذالک فضل الله، کسی که ایمان به خدا و رسول دارد و کسی که اعمال بهشتی داره انجام میده، بداند که بر او فضل الله است. یؤتیه من یشاء، این فضل را، این توفیق را الله میبخشد هر کسی که بخواهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عز وجل دارای فضل عظیم و بزرگ است. خب این دلیل چهارم انفاق بود، چون که واقعا دنیا چیزی نیست که انسان اینجا بتونه بمانه، دل ببنده، برای اینجا ذخیره بکنه، پس بخشی را بفرسته برای آخرتش. ما اصاب من مصیبت، این دلیل پنجم هست، دلیل پنجم هست. گاهی انسان مالش را اندوخته میکنه، ذخیره میکنه، خرج نمیکنه برای مبادایی. میگه که به هر حال یه روز سختی میاد، مشکل میاد، مریضی میاد، فکر میکنه به وسیله این مال میتونه جلوی مریضی را بگیره، جلوی ضرر و زیان را بگیره، جلوی مصیبت را بگیره. الله عزوجل در این آیه شریفه میفرماید که این آینده نگریت هم زیاد جالب نیست. هر چی بیاد به اذن الله میاد، هر چی بیاد از قبل فیصله شده است، از قبل نوشته شده است. چه نعمتی خدا بهت بده، چه مصیبتی برات بیاره. ذا الله میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض، هیچ مصیبتی در زمین نمیرسد، ولا فی انفسکم، و نه در وجودتان، الا فی کتاب، مگر در لوح محفوظ قبلا پیش بینی شده. هر چی باشد در لوح محفوظ از قبل هست، من قبل ان نبرأها، قبل از اینکه ما به وجود بیاوریم. لذا هیچ وقت اندوختن مال تو جلوی حوادث را، جلوی مشکلات را نمیگیرد. پس بهتر نیست که مال در راه خدا بدی. چرا؟ مال انسان وقتی که مصرف میکنه، صدقه بلا را دفع میکند، صدقه جلوی مصیبت را میگیرد. ان ذلك علی الله یسیر، این بر خداوند آسان است. چی آسان است؟ این که خداوند پیشا پیش اعلام بفرماید، پیشا پیش بگه بندگان هر چی که میآید برای شما از قبل پیش بینی شده. چرا این اعلام می شود؟ لکی لا، این حکمت اعلان است، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا که شما حزین نباشید، غمگین نباشید، متاسف نباشید بر آنچه که از دستتون رفته. علی ما فاتکم، چیزی که از دستت رفت، خدای نکرده کسی عزیزش، فرزندش، برادرش از دست رفت، یا مالش ورشکست شد از دست رفت. الله میفرماید ای بنده این از قبل فیصله شده، زیاد چرت نزن، زیاد غم نخور. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا که شما حزین و غمگین نباشید بر آنچه که از دست شما فوت شده. و اگر خدا بهت نعمتی داد، خدا بهت مال داد، خدا بهت خیلی چیزای خوب خوب داد، هم مغرور نباش، اینم از قبل نوشته شده برایت. ولا تفرحوا بما آتاکم، مغرور نباشید به آنچه که الله شما را میداد. والله لا يحب كل مختال فخور، این علت لا تفرحوا هست. الله دوست ندارد کل مختال، هر انسان متکبر و فخور را. مختال اون است که غرورش در دلش هست، فخور اون است که غرورش بر اعضا و جوارش هم نشان میده خودش را، رفتارش، برخوردش، راه رفتنش، همه چیز. این مختال فخور هنوز الله عزوجل
برای صفاتی بیان میفرماید. مختال کفور چه کسانی هستند؟ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، آنها که بخل میکنند و مردم را امر به بخل میکنند. یکی معصیت لازمه هست، خودش معصیت میکنه، معصیت متعدی. دیگری را میگه بیکاری میخوای این پول خرج کنی، این پول برای زن و بچه نه دیگران را میگذارند. و من یتولا فإن الله هو الغنی الحمید. و من یتولا، هر کسی که اعراض مالت را خرج نکن، اعراض کن. فإن الله هو الغنی الحمید، خداوند اون چی که خرج میکرد خودش بود و ستوده شده است. الله عزوجل خلایقی داره که او را ستایش میکنند، نیازی به شما، به عبادت شما، به خرج کردن شما ندارند. خب تا اینجا بخش اول سوره بود، موضوع انفاق. بعد از این موضوع دوم موضوع جهاد بود. الله عزوجل در بخش دوم سوره بیان می‌فرماید که ما انبیا را فرستادیم، رسول را فرستادیم، کتب فرستادیم. همچنین این کتاب ها ترازو بودند که عدل را اینها برقرار می‌کردند، قسط و انصاف را اینها برقرار کردند. و همچنین ما آهن را، حدید، آهن را که این آهن موجب ساخت اسلحه میشه، این آهن موجب ساخت تانک‌های نفربر و زرهی میشه، موجب ساخت هواپیماهای جنگی میشه، موجب ساخت انواع تسلیحات میشه که شما میتوانید از خود دفاع بکنید، شما میتونید با دشمنانتون بجنگید. اینا را ما خلق کردیم به خاطر منافع شما انسان ها. توجه بفرمایید آیه را. الله میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ابتدا به صورت اجمال، خلاصه همانا ما فرستادیم پیامبران خودمون را با بینات، با دلائل، با حجج. و انزلنا معهم الكتاب، ما همراه اونها کتاب فرستادیم. والمیزان، و تفسیر همون کتاب میزان. کتاب چیه؟ ترازویه. کتاب اگر به کتاب عمل بشه خودش قانونه، اون بین مردم عدالت برقرار میکنه، بین مردم ظلم را از بین میبره. والمیزان، کتاب را ما نازل کردیم، یعنی ترازوی عدل و انصاف را ما نازل کردیم. و لیقوم الناس بالقسط، این حکمت انزال است تا که مردم به قسط و به انصاف قائم باشند، یعنی قیام مردم به عدل و عدالت باشد. مردم با هم دیگه وقتی که به کتاب عمل کنند، اگر ما همه مثلا ما مسلمان ها همه پایبند شرع و احکام قرآن باشیم، خب قرآن نه به ما اجازه ربا میده که ظلم بشه، در ربا ظلم میشه به قشر ضعیف، نه اجازه رشوه میده، نه اجازه حق تلف کردن حق دیگران میده. پس هیچ حقی تلف نمیشه و هر جا اختلاف بشه به عدل و به قسط و به برابری چی میکند؟ فیصله میکنه. لذا کتاب برای این هست لیقوم الناس بالقسط. و علاوه از کتاب الله میفرماید ما اسلحه آفرید برای دفاع از مردم. حکمت جهاد دو چیز است، یکی اعلای کلمت الله، یکی دفاع از مردم. برای مردم هست. و سوره هم اسم سوره چیه؟ حدید است. به همین مناسبت فیه بحث شدید، در آن جنگ شدید است، دفاع شدید است، نبرد شدید با دشمن است. و منافع للناس، و منافع برای مردم است، انواع منافع علاوه از جنگ، از دفاع، برای کارهای دیگر خودمون، برای همه امور
از همین حدید و آهن استفاده میشه. ولیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. این موضوع جهاد است. حکمت آهن، حکمت اسلحه، حکمت زره، حکمت شمشیر و نمیدونم تفنگ، اینها به خاطر این است ولیعلم الله، خدا که همه چیز را میداند. قبلا خدمت شما عرض کردم که این علم به معنی علم ظهور است، تا الله ظاهر کند، الله مشخص کند، الله نشون بده به همگان که من ینصره و رسوله بالغیب، چه کسی خدا را یاری میکند، یعنی دین خدا را، و چه کسی رسول خدا را یاری میکند به غیب، ندیده یاری میکند. لذا اسلحه بر میدارد و برای دین خدا می جنگد، در راه دین الله عزوجل برای از هر نوع قربانی دریغ نمی کند. چه کسی آماده است؟ ان الله قوی عزیز، این دفع شبهه است، جواب اشکاله. فکر نکن که خدا محتاج تو هست، نیاز به تو دارد. نه، خداوند خودش قوی هست، قوی هست و عزیز هست، غالبه. همیشه در طول تاریخ، قرآن هم شاهده، تاریخ هم شاهده، خداوند دشمنان خودش را از قوم نوح گرفته تا قوم موسی که فرعونیان باشند، تا قوم لوط، تا قوم ثمود، تا قوم عاد، همه را خداوند مستقیم خودش زده، تار و مار کرده، قوی است. اما شما بندگان را میگه شما بیایید، شما بجنگید تا ایمان شما را محک بزند. میخواد بدونه که شما چه اندازه آمادگی داره برای دین قربانی بدید. ما معمولا که جهاد ندیدیم معمولا بزدلی داریم، بزدل هستیم و دلمون میخواد که همه کارا را خدا خودش بکنه. گاهی بعضی وقت در محافل ما از مشکلات بحث میشه، از دشمنان صحبت میشه که دشمنان چقدر توطئه دارن، چقدر دسیسه دارن بر علیه ما و مسلمانان. جوابهای ما به هم دیگه اینه که خدا خودش درست کنه، خدا خودش درست کنه. به تعبیر حضرت شیخ الاسلام اگر خدا خودش درست بکنه، من و تو را چرا پیدا کرده؟ من و تو برای چی هستیم؟ به چه درد میخوریم؟ خداوند من و شما را درست کرده تا من و شما بیایم به میدان. خدا خودش درست نمیکنه. ان الله قوی عزیز، الله خیلی قوی هست، الله نیاز به من و تو نداره، ولی الله من تو میخواد امتحان بکنه. شما که سنگ دین را به سینه میزنی، چه اندازه برای دین قربانی میده، چه اندازه مال خرج میکنی، چه اندازه جان تقدیم میکنی، چه اندازه از خود گذشتگی داری. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماید هر کسی که بمیرد بر رخت خواب بمیرد و اصلا فکر جهاد تو سرش نباشد، این به موت جاهلیت مرده، این موت جاهلیته. اما هر کسی که در روایت دیگه باز داریم، هر کسی که عزم و اراده جهاد تو دلش باشه که هر وقتی که موقعیتی باشه، فرصتی باشه، دین الله نیاز به من ضعیف داشته باشه، من خودم را تقدیم میکنم. این انسان اگر بر رخت خواب بمیره هم اجر شهید بهش میرسه، چون نیتش والاست. لذا باید در هر مؤمن این جسارت باشه، این شهامت باشد که اگر نیاز باشد من یک جانبی ارزش را تقدیم میکنم برای الله. نسأل الله العافیه، از الله همونطور که رسول الله فرمود عافیت بطلبید، عافیت میخواهیم. اما اینقدر بزدل هم نباشیم. آیات جهاد که در قرآن آمده در مؤمن شهامت ایجاد میکنه، بالخصوص سوره هایی که درباره جهاد باشه میخوانیم که الله اثبات میکند که مرگ در راه جهاد نیست، مرگ در هر صورت است. لذا الله میفرماید که ان الله قوی عزیز، الله قوی هست، نیازی به شما ندارد، غالب هست، خودش میتونه دینش رحمت بکنه. اما شما را الله میخواد امتحان بکند، ولیعلم الله، شما را مشخص بکند. ولقد ارسلنا نوحا، قبلا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات به صورت اجمال آمد، حال
انبیاء را الله عزوجل به صورت تفصیل بیان می‌فرماید. الله می‌فرماید ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم، همانا ما فرستادیم نوح را و ابراهیم را، دو تا از پیامبرانمون، و جعلنا فی ذریتهما النبوة، و قرار دادیم در نسلشان در اولادشان نبوت را و کتاب را، کتاب ها را که فرستادیم در نسل اینها. همه انبیاء یا اولاد نوح هستن بعد از نوح و یا اولاد ابراهیم. البته ابراهیم از فرزندان نوح است و در نسل اینها هم نبوت هم کتاب. البته تمام فرزندانشون نه، تمام که بر هدایت باشن نه. فمنهم معتد، بعضی از اونها بر هدایتند مهتدی هستند، اما و کثیر منهم فاسقون، بسیاری از اونها فاسق. من میدونی من تبعیضیه هست، من یعنی بعضی، کثیر چی هست؟ معنی کثرت میده. این امت من امت اجابت است و کثیر منهم فاسقون امت چیه؟ دعوت. اونهایی که بر مسیر هدایت اونها را قلیل فرمود. در جای دیگه هم میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. لذا همیشه از آیات متعددی از قرآن مجید معلوم میشه که همیشه اهل حق در قلتند، همیشه اهل حق اندکند، کمند. از اولاد ابراهیم فمنهم من تبعیضیه بعضی هدایت، اما و کثیر منهم فاسقون، اونایی که اجابت نکردند خیلی زیادند. الان هم تا دنیا ببینید اهل حق کمترند، اهل دین. مسلمانان اولا نسبت به غیر مسلمانان کمترند. مسلمانان شاید 1/6 دنیا است. بعض از میان مسلمانان متشرعین، آنهایی که پایبند شرعند، آنهایی که خدای خودشون را پرستش میکنند، هم نسبت به اونهایی که نمی‌آورند. لذا خوشا به حال کسی که جزی همین کمتر هست، جزی این زمره هست، در این قافله هست. لذا الله می فرماید بعد از این انبیاء، هنوز سلسله ادامه داره چون بحث جهاد میاد، نه؟ ثم قفینا علی آثارهم برسلنا، سپس ما پشت سر آنها، پشت سر ابراهیم فرستادیم رسول را، و قفینا و پشت سر بقیه رسول فرستادیم به عیسی ابن مریم را، وقتی که عیسی ابن مریم را فرستادیم و آتیناه الانجیل، ما به او انجیل دادیم. انجیل را و خدای عزوجل در رابطه با متبعین عیسی ابن مریم اینجا فضیلتی بیان می‌فرماید. و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه، قرار دادیم در دل کسانی که پیروی کردند از عیسی، اونایی که به حق پیروی کردند، رأفتا و رحمتا، ما در دل اونها رحمت و رأفت ایجاد کردیم، محبت و الفت ایجاد کردیم. نسبت به هم دیگه ترحم، عطوفت، مهربانی، این صفت خوبی هست که مسلمان ها ایمانداران نسبت به هم دیگه محبت داشته باشند. این را الله عزوجل به عنوان یک صفت بارز یاد می کند. و رهبانیت، آیا رهبانیت را هم ما قرار دادیم؟ نه. و رهبانیتا ابتدعوها، الله می فرماید رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. اول رهبانیت را توضیح میدم و بعد این آیات را تشریح میکنم. رهبانیت یعنی گوشه نشینی، غار نشینی، گوشگیری. بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام و بعضی از حواریین اینها گوشه نشینی را از شهر نشینی و از در اجتماع بودن ترجیح دادند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتند ما میخواهیم رضای خدا را به دست بیاریم، بریم و بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام و بعضی از حواریین اینها گوشه نشینی را از در اجتماع بودن ترجیح دادند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه گفتند ما میخواهیم رضای خدا را به دست بیاریم، بریم و بعضی از اصحاب عیسی علیه السلام و بعضی از حواریین اینها گوشه نشینی را از در اجتماع بودن ترجیح دادند.
تنها خدا را عبادت بکنیم، با مردم کار داشته نباشیم. این را میگه رهبانیت. البته در دین مبین اسلام رهبانیت نیست به این معنا که انسان برای همیشه یک گوشه بشیند و با جامعه کار داشته نباشد، با ملت کار داشته نباشد، حقوق خودش را نسبت به ملت ادا نکند. لا رهبانیت فی الاسلام، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود. و رهبانیت امت ما جهاد است. ما این امت را الله عزوجل خیر امت آفریده. خیر امت هستیم چون وظیفه داریم برای در قبال بقیه مردم. کنتم خیر امت اخرجت للناس ای بعثت للناس. ما مبعوث شدیم برای نفع مردم، ما باید به مردم نفع برسونیم. لذا تک تک ما باید مفید واقع بشیم. الله عزوجل از ما انتظار دارد ما انسانهای نافعی باشیم. للناس این لام برای چی است؟ انتفاع. ما نافع باشیم، ما باید مفید باشیم. بنابراین اگر ما طوری زندگی بکنیم، حتی اگر عبادت، خب گاهی انسان نیاز به خلوت داره. گاهی انسان میره مثلا یه ماهی، یه 10 روزی ایام اعتکاف، برای همین نوع مسائل هستن. با کسی صحبت نمیکنه، همونجا با خدای خودش خلوت میکنه. در دل شب الله عزوجل هر شب گذاشته این خلوت را. شما 1 ساعت بلند شو، هر شب خلوت کن، راز و نیاز کن. نیاز دارد انسان از نظر روحی روانی واقعا نیاز دارد. اما اگر کسی برای همیشه خلوت گزیند و جلوت را ترک بکند، جامعه را ترک بکند، این رهبانیت در اسلام نیست. در دین مسیح هم نبود. بعضی میگن که در دین عیسی رهبانیت بود. نه، الله میفرماید، تفسیر درست همین. البته یک تفسیر این است که این رهبانیت عطف است بر رحمتا، ولی تفسیر راجع اینه که و رهبانیت ابتدعوها، عامل این ابتدعوها است، رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. ما کتبناها علیهم، ما بر اونها ننوشتیم. الا ابتغاء رضوان الله، ما چه نوشتیم بر اونها؟ ما نوشتیم که اونها طالب رضا الهی باشند، فقط خدا را راضی کنند. اونها میخواستن خدا را از طریق این رهبانیت راضی کنند، لذا رهبانیت را خودشون ایجاد کردند. رهبانیت را که خودشون ایجاد کردند، رفتن تو غارها، رفتن تو کوها. اکثرا راهبان مسیحی تو غارها مردند، فوت کردند. ما در سوره کهف بحثی داریم که آیا این اصحاب کهف کجا هستند. شاید 4 تا 5 تا غار را مفسرین خودشون حواله میدن. یکی میگه من خودم رفتم این غار را دیدم، تو اندلس استخوان‌ها را دیدم. یکی میگه من خودم ترکیه رفتم دیدم این غار را. یکی میگه من خودم شام دیدم این غار را. واقعا همینطوره. هر جای مفسرین شنیدن اون غار اصحاب کهف رفتن دیدن استخوان. اون زمان مسیحیان برای اینکه به خدا برسند گوشه‌نشینی را اختیار میکردن، میرفتن تو غارها عبادت میکردن، اونجا میمردن. تنها بحث اصحاب کهف نبود، لذا بعدا استخوان‌هایشون اونجا مونده. هر که دیده فکر کرده که اصحاب کهف همینه. پس الله میفرماید که ما کتبناها علیهم، ما ننوشتیم بر آنان. چرا ننوشتیم؟ همین رهبانیت را. الا ابتغاء، الا استثناء هست، لکن ما برای اونها چه نوشتیم؟ طلب رضای خدا را نوشتیم. اما اونها رهبانیتی از خود ایجاد کردند. خب آیا به این رهبانیت هم پایبند شدند؟ الله میفرماید فما رعوها حق رعایتها، اونها رعایت نکردند آن را حق رعایت. مسیحیان رعایت نکردند، خیلی ها. چرا؟ چون که رهبانیت، خدمت شما عرض کنم که رهبانیت که در دین اسلام نیست، چون یک حرکتی است برخلاف فطرت انسان. الله عزوجل انسان را فرشته نیافریده که انسان نیاز به غذا داشته نباشه، نیاز به نان و آب داشته نباشه، نیاز به زن و بچه داشته نباشه. الله در این انسان غریزه جنسی آفریده.
لذا اینها گفتن نه ما استفاده نمی کنیم. الان شما ببینید کلیسا همین ادعا را دارد ولی همیشه فساد تو کلیسا گزارش میشه. این پدرهای روحانی، به اصطلاح پدرهای روحانی، اونها همین ادعا را دارند ولی این یک حرکتی هست برخلاف فطرت. تو فرشته که نیستی. اینا میرفتن تو غارها اونجا عبادت میکردن. مردم به اعتقاد این که اینها انسانهای شایسته هستند همونجا میرفتن خدمت اینها، برای اونها غذا میبردن. لذا به جای اینکه زود اختیار کنن غذا نخورن بهترین غذا را میخوردند، چون مردم اعتقاد داشتن میرفتن. زنها پیششون میرفت چه بسا فساد میکردند. الان هم شما اگر بررسی بکنید کسانی که راهبند، کسانی که پدر روحانی هستند، اینها از نظر تنعم و تعیش خوشگذرانی بیشتری خوشگذرانی را دارند، بیشترین فساد را. گاهی اون پاپای بزرگشون که مرد شماره یک مذهبی هست هم گرفتار بدبختی ها میشه، فسادهای اخلاقی میشه. چرا؟ چون که برخلاف فطرت حرکتی است. لذا الله میفرماد فما رعوها حق رعایتها، اینها اون رهبانیت را رعایت نکردن، حق رعایت نتونستن بکنن. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. خب ما دادیم به آنانی که ایمان آوردند از اون مسیحیان اجرشون را، اما بسیاری از اونها فاسق. بعد از اینکه الله عزوجل در رابطه با پیروان امتهای گذشته بیان فرمود، حال همونها را دعوت میده به سوی ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم و دعوت میده به جهاد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان دارید. ایمان بکی؟ به موسی و عیسی. علامه علوسی نوشته المعنى یا ایها الذین آمنوا بموسی و عیسی آمنوا برسوله، یعنی آمنوا بمحمد صلی الله علیه وسلم. شما که به موسی و عیسی ایمان دارید الان بیایید به محمد نبی خاتم ایمان بیاورید. اگر این کار را کردید، یعنی ای اهل کتاب بیایید ایمان بیاورید. یؤتکم کفلین من رحمت، وعده اول 2 برابر خدا شما را رحمت میده. ای یؤتکم نصیبین من رحمته، 2 نصیب، 2 سهم. چرا؟ نصیبا علی ایمانکم بمن آمنتم به اولا، یک ایمانونه که به موسی ایمان آوردی، به عیسی ایمان آوردی، و دوم و نصیبا علی ایمانکم به محمد آخرا. لذا یؤتکم کفلین، الله 2 سهم به شما میده من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به، و الله عزوجل برای شما نوری قرار میده، نور ایمان، که به وسیله اون نور بروید شما. و یغفر لکم، وعده سوم شما را مغفرت میکند، نوری که آخرتتون را هم روشن میکند، دنیایتون را هم روشن میکند. والله غفور رحیم، الله عزوجل غفور بخشنده و مهربان است برای کسانی که توبه میکنند. لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء. الله تعالی این بیان را فرمود، اهل کتاب را دعوت به ایمان به محمد داد. لئلا یعلم اهل الكتاب، بعضی گفتن لا اضافی است، ای لئن یعلم اهل الكتاب، تا اهل کتاب بدانند که الله یقدرون علی شیء من فضل الله، اونها توانایی ندارن بر فضل خدا، اونها قادر نیستن. ببینید اهل کتاب از کجا ناراحت بودند؟ از اینجا ناراحت بودند که چرا پیامبری اکنون از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل. این عهده و این مقام و این جایگاه مال قوم و قبیله ما بود، چرا به بنی اسماعیل منتقل شد؟ الله می فرماید ما این بیان را میکنیم، شما را میگیم به محمد ایمان بیاورید تا که اهل کتاب بدانند
که الله یقدرون علی شیء من فضل الله. این فضل خدا به کسی نبوت میده، به کسی نمیده. این به دست اهل کتاب نیست، اونها قادر نیستند بر هیچ چیز از فضل الله. و ان الفضل بید الله، و فضل به دست الله است. یؤتیه من یشاء، به هر کسی بخواهد میدهد. والله ذو الفضل العظیم، الله عزوجل صاحب فضل عظیم هست. خب این سوره مبارکه حدید بود. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.